کار چه رسته کردی؟ زن کوکام خبر داری چی کار کرده؟ نه چه کار کرده؟ زن کوکام دوزی کرده. اوزبه گرفتن. کی گرفته؟ به چیز بردن به اوزه. چی دزدی کرده؟ گوشی. گوشی کی؟ مادر کجیره میگم. کجا گوشی دزدی کرده؟ از کی بوده؟ برای احتمال به کجیر بچم به کی گوشی بخرم. یک بار کجیر دیدم گریه کرده بیا اومدم. فهمیدی؟ گفت مادر دروغ سه کشته چی کپا. دکاندار خوربند داشته بخان مادر ما مادر نگامی تاکید دکون که بیری شدیم یک بار. من دیگه صدا کردم خاله بیای. خاله ورگشته میگم مادر ما ورگشته یک بار انتقال ورگشته. تکلیف سه کده سه میکنه که گوشی چیزه میگه خور بخان ما انداخته. گوشی بجنده. گوشی بجنده. با شما برو بزرگ سالو بگم. کجا میگی شافو؟ کجا برو؟ بعده. چله؟ حالا مو کوکامونه همون زن کوکامونه خیلی که دزدی کرده. چکو اونا که حالا بلوک دزدی هستن. میکی بره تام الله و تا کجا جخ کشی که دزدی کردن به روزه بردن چکرا کنه فلان کنه که بعده با من بعده. چی بعده؟ رو ما هم بره. زن کوکامونه. باشه زن کوکامونه خواهد رو ما هم بره میگه شما هم دزدی. اوش که مردم قدیم چی گفتن مشت بسته 1000 دینار. مشت چی؟ مشت بسته 1000 دینار. مشت بسته کنم. آفه همین تگه پار بگه مشت بسته و هیچکی نگو. کجا میری؟ برای 1000 دینار. یا نکنه 1000 دینار یعنی میگم کسی چی نگی که بعده. تو میگی مشت بسته 1000 دینار. یعنی میگم گپ که میشنه گپ رو دام خودت یا آدم خو نگو نگو. تو دیگه چی رقم مادر بدی؟ اوش کنی که ما با کسمت نگی کجا میری با؟ کجا میری؟ برای مشت بسته. برو چای میگی؟ برو تو بعد برو دیگه برو چه کلمه تو هم میذارم این تک جان میکشی یعنی دیگه به دست مادر عروس افتاد دیگه هر کی ببینه این گپ رو میگه بریم دینار سیکو زن کلونی بفته گوشی میجونه وای بیلا چه زربانه بزن که باید دزدی کنه نمونده بودی چی گپ کنن چی کار کی دزدی کرده چی میگیم شما چی کرده کی دزدی کرده نه من خبردار نمیشم شما هر دم یک خبر رو میارید چی گپه وای چه زربانه تو سیک تو خب چی هست چی زربانه چی میگی نه بگو باشن حال گیلک هم به شما میگه میفهمی چه کار شده بگذارن رد جرو نه چیه با زن کاکا با مثل همون چند وقت پیش با اون دزدی ها خود شروع کرده چه کار کرده زن با اون دزدی ها خود شروع کرده گوشی دزدی کرده با بیلا سر دادی به خواب شکی شرم ایام نمیکنه گیلک میفهمه ایفامه که میرم به جین خونه ایفامه گوشی دزدی کرده رو بردم برزه بردم قرار گفتم که بیاد تو بیاد بیچاره با میاد مقام میکنه برزه بردم نه برزه بردم نه گیلک میگه حالا گیلک کجایه اون میره حاله اون ماز برای با بیرو بره گفتم نه که اونجا میره به همه میگی چیز زبان نه با خدا من مسلم امرو برم خبریم از اونا بگیرم دیگه نه دیگه شما بسرعه از اونا نبینو اگه بریدم با ما میفهم شما نه دیگه من دیگه قدم خود نمیگذارم اما هر کی ببینم اونجا برو بگه اینم دزده میگم بیشتر نمیگم بگه اینم دزده بچی رو کجا بود چه کاری کردن چی شد کجا رفتی میام خیلی گیله جریان باشه بیا میگه گیله بگو چه کار شد چیه نه بگو تو چی؟ بجنده چی بجنده؟ چی بجنده؟ بجنده دیگه خب چی بجنده من؟ بابایده خب ما نکن پیره تو خیلی بهنه مادر آقا نه تو باش نه چیز چاشی آور داره یک چیزی که پخته میکنم چی گفته؟ با چی اختلاط نکن مادر بچه ها؟ هیچی ما اختلاط نکنه بجنده چوب کنانه خیلی چی نکنه بیلر من هر دو بیشو کاره که بیشتر قیق میکشه چه کار شده؟ هیچی بابا
نفر سر زمین رو جنگ کرده بیا آدم اختلاط میکنه. دروغ میگه زن کاکا ما بابایل بجونده. اینو در نام چه کار کرده؟ بابایل جونده بابایل همی که کم نمیزنه. موبایل جونده؟ ها زن بابا تو؟ روزا بردم لا. ای با من میگه مشت خور بسته کن. بابا ای با من میگه مشت خور بسته کن. نه ای چی میگه؟ یعنی بدگه جو اختلاط نکنه بابا جو. چیه ایگه؟ مشت بسته میفهمی؟ 1000 دینار. مشت بسته 1000 دینار. 1000 دینار. یعنی به کس دیگه چینه زبان خور بسته. بابا حالا که گلک بکن. زن کاکا ما برفتن و چون خودی که جی گوشی میخره چکار نکرده گوشی بجوندن الان بگرفتن و بازه بودن. بازه بود حالا بازه نه. خب اخی من فکر زن برار تو نه چرا بیا ببره. شهر به خدا بابا میخندم بخزید. باشه. چند دفعه ما برو. او خیر همین دفعه برو دیگه اون توبه بده که دیگه کار نکنه. خب چه کار کنی بابا همون کارا چند وقت پیش خوب دوباره گرفتم. گوش کنه که پاک روش ما میره. آدم مستفید نره. چیکار تو زن برام باشه باشه. باشه هر کی بره خلاص کنه. نره بابا. بزیم بفهمون به تاثیر بزی بگفت تو مشت بسته 1000 دینار نره به تک و چپ همون نگی. دیگه اگه صدا خود کشیدی زبون تو بدار میکنی نه. اگه کسی چی نمیگی. بفهمیم اصلا انگار ما خبر نداریم. هیچ. من خبر دارم دیگه. دیگه به کسی چی نمیگی. ما تو میشه سال به 12 مشت خور بسته کنم. مشت بسته 1000 دینار. شاید چی میگم وقتی خودی عباس بچی وقتی برو من گیلا کردم. علی رفت ما قدم نمیره علی. بابا بعد چلی برو نره. حالا میرم. بابا نریم بابا. چرا زن برام بعدش که نرو. یا خدایی بریم. وقتی تام خودی بیار خبری نشه میتونم. تو یا من خوش من خیلی از میآید. وقتی برو تام برو وقتی. نه مال کوبه. نه کوله کرد. بازی که افتاد که وقتی برو خونه خالص وقتی برو خونه خالص 20 سال باش که تمام مردم همه چه بینوزه وقتی. من گپ تیم میکنم با میگه چیکار شده فلان شده. خور نزنی. وقتی که روزگاری شد چه کاری شد تو سیخ پیش خود میرم نمیدونم تو ای به قربان دم دروازه میشو ای جان محبوب صدا تر میشنوم استاده میشم ای جان محبوب ای صدا تر میشنوم از دور و نزدیک مثال غنچه گل تازه میشم ای سر دست تو را با دست بگیرم به دل دارم که متر پس بگیرم ای تو آهو بره من شکاری تو آهو بر خور ازش بگیرم بجی دیگه خوندن هم یاد داری به غیر از می مثلا خوندن در رابطه مدل به مدل روش به روش نه خوندن در رابطه از این که مثلا گوشی بود جنوم خود مادر خور بده کنم مردم نازم میتی یاد داری خوندن کنی خودی کله کار خونی رو لگا پا مفت میزنی لگا پا مفت میزنی به تمام منطقه همه چه افتاده تمام تا غلام که از قرنباس میزنه بر میزنه میگم کجی رو مادر جدی کرده هر که بد کرده اشتباه کرده غلط کرده خود به هر که گفت خود دوزده مثل تو نیرولا تو دوزدی امسال شما دزدی کردیم که خیلی پارسال هم گرستی مادر تو دزدی کرده بودک بشکه روغن نکرده بودک بزر چادر خود کرده بودک گیر کرده بود نیرولا مادر تو تا دیرو از سرام مردم مرغ بجون تا دیرو به اون روز خیرگوی شمسایه بجونده بود روی مادر تو سیاه کرده حالی تو شیشتی گپ مفت میزنه بخمت که باید بیای گپ مفت میزنه نیرولا مردوز به افغانستان به نومه اجاده می پیار تو باشم به خدا قسم خور زنده و گور میکنم که مبر زن به دزدی کنه به خدا اجاده تو هم نباشم تو خود زنده سر به گور که چی به زیر 70 خاکو که تو به می سینده سر بعدی بری کار کنی میری دزدی میکنی چهار ماهی نیرو لامتو خوره شیشتی گوتان تیا میکنی و مفت میزنی ها مردم خبر آن رفت رمضان خبر داره که مادر تو دزدی کرده مادر تو دزده رمضان به تعمی غلط شو نفتاده که مادر کجی رو کجی دزدی کرده موبایل جونده بعد ایگه پر نازی بعد خیلی باشه خدا نیرو لکله کار نگرشم به می دیوال میزنم
و می درخت میزنه با دوزی هم بکده می دوست ما بالایه دفع مفنازی خیلی جنجال نکو خودی جنجال نکو بابا. خیر اصلا خودی به خدا مرغ جونده سکو حسن سکو برادر من به تو یک چیزی تو. میگم ما و شما حق همسایه این خوبیت نداره حالا هر کس به زندگی خود یک اشتباهی میکنه یک کم فکری میکنه میگه مشت پوشیده 1000 دینار رمسون همین یک گپ دفعه چی تیه پارسال همی باشکی روغن مادر از این هم اصلا اخبار تو جون اصلا دیکن متگا جون همسایی ما بعد میگم نیرولا خیلی گپ ایزفی ندی کجی برو که جان؟ خدا مقدار سر تو بدر کجی میکنه جان تو برا خو میرسی خود برا شما مایف خفصد خیره برار میگه تو پشت مدر تونیم با مدر برو خیره میگه مشت پوشیده 1000 دینار بخسی و نباش برو لالا برو کله گنده خو برو گپ بعضی از ما مردم همیتا بخسی و میرن سوار هزاری کل میکنه هیچی به اینجا دیت تو سگو چی میگم انا میترم از اون طرف همیت مردم ها که بگیر تو طرف هیچی ندارم طرف هیچ کس ندارم من دوستونی همین گپ من بشنیدم به تعمیدی چرا به پیش یک نفر نگفتم برادر عزیزم مشت پوشیده میگه 1000 دیناره تمام مردم خبره که اینا دوزم تمام مردم مثل تو دوزم شاید پیاره بریم کجا جان بریم یالا هر چی بزو بگو گپ خود میگه بریم اصلا آدم یک گپی نیست خیره بریم برو خیره بریم خیلی خوشی به روی عقبی با تومت خدایی رفته که خیره الا کو آدم همون تا خدا خونه گپی بشنه برو لا خجالت نمیکشه شرم نداره حیا نداره شیشتی لقاز لطیفه به میچینه خودی عدسی تمام دیم فقال هم عدس نیرولا دوست گپ مفت میزنه بابا نیرولا مالی سردمی شیشته بیدون خوب میگفتن ما چون شما مرددیم ما چون شما مدر تو براتین گوشی جدی دستا خجالت کرد شرم کن دک به دک میگه کن تو سیاه خود تو نیرولا 100 فساد پیشگی 100 دوزی 100 ایبریتی داری تو به نمیگی دوست شرم کن حیا کن همی که میزیدی بم دهانی که 300 دون خون مال به میشون منجی خون ما و نیرولا رمزون در آمد یک اگر دهن من یا مگر خدا به نیرولا میداد یا به من میداد که اگه دهن من کلا پارچه نمیکردم همون 4 تا بود اثر رم نمیکردم به اسم خود بگیشتم بابا ای تو خوش نبودم که بیایی به پیش می همی که بم سنگ میزیدی بم تپی نکه که خون آور میزیدی دور هم دیگه لافیر مینختی بعد از اون میامدی پیش می چه کار کنی بابا چه ای کار تو که کنی پدر خونه میگه مشت پوشیده 1000 دینار میگم بابا حالی مردم گپ کرده و دهن خو کرده با خوب شدم این گپ گوشو نه که این مردم چی باستن به تردی خود خود غیبت کنم خود بگم و بشنوم هر چی میگن گپ مفت گپ مت کنم یعنی کار خوبیت داره بابا نه بابا ای با خود نمیفهمه خیر دیدی ای با خود تمام همی محله و همی دیریت جوازش ای به ما تهران میخونه خیلی بابا حالا کم برات گپ نگردیم هر که هر گپ میزنه به چی کار داری بابا ای برادر مرغ بجون گفتن که هر کاری کرد ما ایچی نگفتیم همسایه‌ای بودیم که ای وای بپوشیدیم خیلی حالی برادر این بیامده با ما ترانه میخونه میگه مشت پوشیده 1000 دینار بفهمیدی بابا به قصه از این گفت این نشو حالی بمودی علف داره کنه گفتم برم کمی علف دره کنم ببرم به گواه تو گوش تخوزی کم میدون سلامه نه توقعات که ما به سرا قایم کرده بودم اگه یاد من نره که به کجا قایم کردیم حالا فوشت باشه بابا ما چون به خدای خیرم نفهمیدم گنده میخکردم این کرپه ها رو هم میخوره آخه ما از دستم همسایه هم بزداریم بابا چکار کنیم ما هرچی نیکی میکنیم هیچی فایده نداره